چرا همون نوشنیکو یک تاش 3 رخ دارد یک تاش 2 رخ داشته باشد؟ همین نشانهایی که در زرادنیک است چی رو میفهمونده باشد؟ باز هم یک چیزی عجیب نمیشد که همین رو یک بار به همین میساختن. حیران میشه. السلام علیکم برای شخصانی که ما رو تماشا و همراهی دستگیری میکنند. این کانال راهنما است. شما رو همراهی میکنم. من مبارز احدов. جهان تکنولوژی امروز ما رو احاطه کرده است. روز به روز یک چند نویگری‌های نو به نو پیدا میشود. بعضن چیزهای ما در دست داریم که در آن سیرهای نهفته است و ما آن را نمیدانیم. ویدیو امروزی ما محض همین موضوع را در بر میگیرد. اگر ما رو تا آخر همراهی کنید البته از یک چند سیرهای تکنولوژی نوین آگاه خواهید شد. ما رو همراهی کنید. بیایید کمی اویدی سرپرستان کانال با شما معلومات دهم. بعداً ویدیو رو یک جای تماشا میکنید. کسانی که خواهش گذشتن سرحد را دارند میتوانید به این رقم ها زنگ زده به سرحد قزاقستان رفته بیایید. این البته به فایده شما است. حتما زنگ زنید. یکم، خط‌ها در ناوشنیک. شاید شما نیز مشاهده کرده باشید که در نوع ناوشنیک‌ها 2 بعضاً 3 خط وجود دارد که به اصطلاح مینی جک نیز میگویند. در ناوشنیک‌های پیشتر باشد همگی یک خط مشاهده میشد. وظیفه این خط‌ها گذراندن قوه برق نیست بلکه تقسیم نمودن اینفورماسیا یعنی اخبارات صدایی میباشد. یک خط میتواند صدا را یک رنگ به هر دو گوشمانک تقسیم کند و آواز را هر دو میتواند برابر قبول کند. ناوشنیک‌های دارای 2 خط داشته صدا را به پورگی و با ضربه اش یعنی بس میرسانند. اگر 3 خط را در ناوشنیک مشاهده کردید این از میکروفون داشتن آن خبر میدهد. توصیه ما برای شما هنگام خریداری ناوشنیک 3 خط داشته را همیشه انتخاب کنید. دوم، جزءهای سیلندری در مابین کابل ها. بعضا در کابل ها یک جزء سیلندر شکل را مشاهده میکنیم که این جزء میدان مغناطیسی را کم کرده آوازی که در سیم به وجود می آید آنها را پست میکند. سوم، نشانه ها و نوشتجات ها در зарядник تلفن. در روی зарядник ها نوشتجات های زیادی وجود دارد که هر یکی آنها یک عملی را میفهمانند. نشانه مانند به خانچه این به معنی که استفاده این اشیا در شرایط خانه مطابق کرده شده است. نشانه 2 کوادرات یکی از نشانه های مهم بوده دارای محافظت 2 قبطه از قوه برق داشتن اشیا را نشان میدهد. یعنی ما به یگان هراس میتوانیم از зарядник استفاده کنیم. نشانه IV داشته این استاندارد عمومی جهانی داشته را میفهماند. اگر تنها V باشد این به استاندارد اروپا مطابق کرده شده است. چهارم، ویبراسیای تلفن. لرزش تلفن رو همه‌روزه مشاهده می‌نماییم. باری هم فکر کردید که چگونه این به عمل می‌آید؟ در درون تلفن به مانند نوعی قلم جزئی موجود هست که به ترتیبانه جایگیر شده است و از همین لحاظ لرزش تلفن در جایش نایستاده به هر سو حرکت می‌کند. پنجم، بعضا هنگام تلفن خود را به ضرورت گذاشتن 2 یا 3 مرتبه کوشش داخل نمودن зарядник را به تلفن می‌کنید. من به شما توصیه میدهم که در کوشش اول зарядник را به تلفن داخل میکنید. در وقت به ضرورت گذاشتن به نوع کابل تلفن اهمیت دهید که همیشه نشانه USB در طرف بالا می شود. در این حالت شما به خطاگی راه نمیدید و در یک کوشش میتوانید تلفن خود را به ضرورت گذارید. خوب دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام ویدیوی امروزه. اگر ویدیو پسند آمده باشد در زیر ویدیو ماندن لایک را فراموش نکنید. ویدیو را طریق ایمو، واتساپ، وایبر به دوستان خود فرستید یا اینکه در ایمو گذارید تا دوستان شما نیز آگاه گردند. به کانال ابونه شوید و لایک را هم فراموش نکنید. خیر. السلام علیکم دوستان عزیز. امروز با مبارز جان همین تلفن هایی که بچه‌ها زکات کرده بودن همش جمع کردیم، روان کرده استیم. بعضی‌هاش در اینجا کشودگی هستیم و بچه‌ها خواهش کردن که ما استقلال زنیم، با اون خاطر چند تاشا کشودیم. بعضیش اکانت هم بچه‌ها میگن زده روان کنین. بعضی مردم سلام علیکم دوستان. مبارز احدов استقلال زده است، همچون بعضی‌هاش اکانت настройка میکنند. خیلی من اینوش تلفن‌هایی هستن که 64 نوت 7 اینوش نوان بچه‌ها خواهش نکردن، ما هم نگاه نکشودیم.
Redmi 5 Plus яке аз беҳтарин телефонҳои ҳаст. Инаш бошад A50, инаш Honor David Lite, беҳад аз инам зиёд бачаҳо заказ мекунанд. Ҳозир Samsung Galaxy A30-ра муборизҷон стекло задам. Инаш чия задеси ҳозир? Note 7 стекло. Ма дӯстони азиз, бачаҳо занг задестанд, заказ кардаистанд. Кадомеша ки дар Москва бошад, курьер қати равон кардастем, кадомеш ки дар тамоми дигар областҳо бошад, почта Россия қати то назди почтаи наздиктарини хонашон равон кардастем. Ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед, заказ кунед, беҳтарин моделҳоро шумо дар совет метиҳем.